سلام دوستان، چطوری؟ من حسین تاکتیک هستم و امروز اومدیم توی موبایل بازی خیلی پرطرفدار که قطعا هممون توی بچگی، یعنی خیلی بچه بودیم یا در حال حاضر در بزرگسالی یا هر کسی تا حالا یه بار بازیش کرده. بازی خیلی خفنیه، خیلی من خودم قبلا بازیش میکردم و امروز اومدیم سراغ بازی شادو فایت. خوبه. نسخه دوم پرطرفدار ترینش که خیلی خفنه. امروز اومدیم با هم تجربهش کنیم. من قبلا 2-3 بار کلن تمامش کردم، یعنی اون تانوس بود چی بود اونم زدم، الان یادم نیست، خیلی وقت پیش بازی میکردم، اونم زدم ترکوندم و تا آخرش هم بازی کردم و تمامش کردم. ولی امروز اومدیم این سری رو شروع کنیم، شادو فایت. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو حتما این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید، یه کامنت هم بذارید. بریم سراغ ویدیو. Let's go. Once I was a great, invincible warrior, and no one dared to stand in my way. I traveled the land searching for a worthy battle, until I discovered the gates of shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me into a shadow. And now, for eternity, I am doomed to wander the world and fight the demons I freed. اول از اینجا اسپان شدیم و داشت به اون یاد میداد چطوری، اما چون ما بلدیم و خیلی خفنیم و واقعا چندین سال من بازی کردم. اولین حریفمون کنجی بود فکر کنم که حالا رفتیم باش جنگیدیم و در ادامه میبینید چی شد دیگه. هنوز بازی زیاد دستم نیومده بود، به خاطر همین نتونستم زیاد خوب بشم ولی در این صورت تونستم راند اول رو ببرم. رفتیم سراغ راند دوم. این راند نسبت به راند قبلی خیلی سخت‌تر بود، ولی در هر صورت راند دومم تونستیم وین بشیم و به راحتی زدیم لش کردیم.
خب تونستیم مرحله اول رو برنده بشیم، ولی هنوز بازی توی دوره آموزشی بود. بردمون توی شاپ، قسمتی که لوازم میخریم. این چاقوها رو گرفتیم که بعد رفتیم با این چند تا اسمشون هم یادم رفت، اگه شما یادتونه تو کامنت بنویسید، ولی اینا اصلیانن. اینا رو اگه تموم کنیم میریم مراحل بعد و اینا. و اولیشون هم که شین بود و رفتیم با شین مبارزه کردیم. راند اول شروع شد و دیگه رفتیم تا ببینیم چی میشه. راند اول به این صورت بردیم، خیلی ایزی، ولی خیلی خفن بود دیگه. رفتیم سراغ راند دوم. این راند واقعا خیلی حساس بود. اگه یه پلیری بود تازه کار بود واقعا میباخت، چون با این حرکتی که این زد واقعا خیلی چی بود، ولی جونامون دوتا هم خیلی کم بودن، ولی من با یه حرکت زدمش زمین و تونستم وین بشم. راند دوم تموم شد و این مسابقه یا این دوئلم برنده شدم خیلی ایزی. و حالا بعد اینجا صبر کردیم تا 36 مگابایت لود بشه واسمون و دیگه منتظر موندیم. 2000 years later. خب من چند تا کارم انجام دادم، چون اگه توی ویدیو بود ویدیو مسخره میشد و طولانی میشد و کارا رو انجام دادم. هدفمون اینه که سلاحمون اون چنگکه رو بگیریم که حالا میدونید دیگه، بهتون نشون میدم بعد این دست. و یه دونه اون لباسه رو با یه دونه اون کلاه لول 1 رو بگیریم. هدفمون توی این پارت این کاراست. خب حالا راند اولم شروع شد، بریم ببینیم چی میشه. مثل همیشه خیلی ایزی. راند اولم پشت سر گذاشتیم و میریم برای راند دوم. این داداشمونم فکر کنم خواهرمونم، نه این آدم گلو ریدیم بهش. خب هنوزم توی دوره چیز بود، یعنی که تحت آموزشش بودیم و من اصلا دوست ندارم. یعنی هیچ وقت بازی که وقتی پلی دادی دوباره آموزشش رو ببینی واقعا کسل کننده است، ولی من با وجود اینا تحمل کردم و هم منو کشوند از این ور به اون ور و همینطور مسخره بازی و از این چرت و پرتا، ولی در آخر تونستم آزاد بشم و آزاد شدم ولی 0.3 مگابایت دانلود شد. خب چون هدف ما این بود که خودمون رو تجهیز کنیم، لول 2 این سلاح همین چنگکه رو بگیریم و سکه میخواستیم، باید چندین دست بازی میکردیم. این کلاه، این لباسه و اون چنگکه رو باید میگرفتیم، چنگکه رو باید میگرفتیم تا دیگه تمام بشه. لباس رو گرفتم،
باید بریم چند دستم بازی کنیم تا بتونم سکه بگیرم و مأموریت این پارت تموم بشه. پس بزن بریم سراغش. مسابقه اول که فکر کنم 140 تا سکه میده، خوبه. نمیدونم، با تهورن فکر کنم قرار فایت بدم و بزن بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. راند اولم شروع شد. بزن بریم. من خواهرشو رقیبم مثل اینکه خیلی پا فشاری میکرد ولی در نهایت یه گفت بخواب بابا، زدم لش کردم و این از راند اول. بزن بریم سراغ راند دوم ببینیم چطوری قرار پارش کنم. عجب سوسیس. اینم از این راند. خیلی ایزی، خیلی راحت، خیلی مفتخر، خیلی مستخر، خیلی مختصر، خیلی مفتسخر. دوستان مثل این که بعضی از جاهای ویدیو رکورد نشد و ما نتونستیم، یعنی بازی کردیم و چی شد ولی رکورد نشد و ما اون چنگکه رو خریدیم، اون سلاح چنگکه، و حالا دیگه فقط مونده یه کلاه که الان اومدیم با این یاروه که یه رونم هست فکر کنم مبارزه کنیم. راند اول که بردیم. بزن بریم سراغ راند دوم. ببخشید دیگه رکورد نشد. خب این داداشمون چون گنده گوزی کرد زدیم پوکندیمش و الان سکام به قدر رسیده بریم مأموریت این پارتو تموم کنیم و بریم و اون کلاه خفنه رو بگیریم. پس بزنید بریم. خب سلاطینیم از کلاه رو گرفتیم و الان دیگه مأموریت تموم شد و تونستیم یه ذره‌ای تا حدودی یه به چخ سگی حساب بیایم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و دنبال فراموش نشه. حتما سابسکرایب کنید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی فعلا پیس اوت.